تصورت از بزرگی ایران با این ویدیو عوض میشه. ایران همیشه تو ذهنمون یک کشور بزرگ بوده، ولی اگه بدونی هر استانش به اندازه یک کشوره چی، بیا مقایسه کنیم تا عمق عظمت ایران رو حس کنیم. فارس تقریبا هم اندازه انگلستانه، گلستان اندازه ولزه، کرمان در حد اوروگوئه است، قم تقریبا قطره، البرز اندازه فلسطینه، بوشهر با اسرائیل برابری میکنه، چهارمحال بختیاری هم سطح مونتنگروه، اردبیل تقریبا کویته، استان مرکزی اندازه بلژیکه، کردستان تقریبا هم اندازه ارمنستانه، یزد در حد جمهوری چک، خوزستان با گرجستان برابره، ایلام با فیجی، سمنان در حد کره جنوبیه، سیستان و بلوچستان تقریبا برابر کامبوجه، هرمزگان به اندازه پاناماست، همدان با اسلوونی، لرستان با آلبانی، مازندران تقریبا مقدونیه شمالی، زنجان به بزرگی لتوانی، آذربایجان شرقی اندازه سوئیسه، آذربایجان غربی در حد تایوان، کرمانشاه به اندازه هایتی، خراسان رضوی همتراز یونانه، خراسان جنوبی به نپال نزدیکه، خراسان شمالی با جزایر سلیمان برابره، اصفهان تقریبا اندازه پرتغاله و تهران درست هم اندازه قبرس. حالا تصور کن همه اینا یک کشورن و بعد یادمون بیاد که همش فقط ایران بود. ایران فقط یک کشور نیست، یه دنیاست. اگه تو هم با دیدن این ویدیو متعجب شدی، تو کامنت بنویس از کدوم استانی و این پست رو بفرست برای کسی که باید عظمت ایران رو ببینه. اگه میخوای محتوای علمی و دانستنی ببینی، حتما پیج رو فالو کن.